هیزم جمع شکی چوب جمع شکی و عرفش فرد چند ریالی شگیره هن امرار معاش شکی حفظ سی خارکش پیری با دلغی درشت پشته خار همی برد به پشت لنگ لنگان قدمی برمی داشت هر قدم دانه شکری می کاشت. شکر خدا شکی خدا را سپاس شگود. ای دفعه یک بچه تاجری از کنارش رد بی کسی که باشون و شن و جالب ایدین که یک روز یک جا ویسه سوندم یک ماشین اسم ماشین ها نافهمیم گاز و دست پیش همه رد بی اونگو اکینشون گفت پس فلانی حداقل همشون نگو مثلا فلانی نلسه پس فلانی یعنی باز خوشم هیچ دیگه میکی باشین از کجون همه برگرده به سوی خدا. اگر شکر به وجود بو مخم رو گم نکنیم ظلم نین زنا نین ستم نین شراب نین مخدرات نین خیانت نین اگر شکر بلند بی تمام بلا سرازیر انسان و جامعه بی. بچه تاجر رد بی اجده پیرمرد بی لباس بی شخصیت بی قیمتی در جامعه سپاس اگوتایی کنم از جیب نظر تا دامن خدا گوتایی چه عزیزی که نکردی با من در دولت به رخم بگشادی تاج عزت به سرم بنهادی. بچه تاجر تعجبش کی دقت بکن بچه تاجر تعجبش کی کجا لباست کجا قدرتت کجا عزتت اون چه خدا این کشه تو عزت داده با این لباس کهنه با این کیسه خالی و تو اگوتش کنم از جیب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی با من در دولت به رخم بگشادی تاج عزت به سرم بنهادی. بچه تاجر ویسو اعتراضش گرفت بر روی پیرمرد یک نگاه به این بچهش که اش فهمی که این انسان خوش رو گمش کرده پولش دیده اسبی کش سوارن ادیده اراده پیرمرد بر ادیدین که قلب این بچه بر بگرده به طرف اصل. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا شما را خارج کرد از شکمهای مادرانتان در حالتی که هیچ چیز نمیدانستید نه رئیس نه مدیر بسش نه عالم بسش نه حافظ بسش هیچ چیز در تو نبود. لا تعلمون شیئا نفیش که خداوند همه چیز تو هیچ. و جعل لكم السمع و قرار داد برای شما گوش والابصار و دو چشم والافئده و قلب و عقل. چرا ای خدا چرا این چیزها رو در می بی چیز و بی ارزش خلقت که ما از این چیزها به چه نتیجه‌ای برسیم اگه لعلکم تشکرون. شاید این که شکر گزار باشید یعنی از چشمت و قدرتت و صحت و عافیتت به من خدا برسی نه به خودت. درد جامعه ایدین که ما به خو رسیدم عالم به خوش ظالم به خوش مدیر به خوش رئیس به خوش همه به خوش رسیدم. ای دردین. جواب ای بچه تاجر خیلی قشنگ گشت و پیرمرد گفت شکر گویم که مرا خار نساخت. یک چی اگه به پیرمرده کدیم هونی چشم بگو چه اگی اما چی مون ندیدی
شکر گویم که مرا خار نساخت، به خسی چون تو گرفتار نساخت. به ره خلق شتابنده نکرد، بر در شاه و گدا بنده نکرد. عزت کار خم انجام ددم، در صحت و عافیت کامل هستم و دستم در مقابل انسانهای بدبخت و بیچاره و بی چیزی مانند تو دراز نیم. ای کافین برای من، ای بزرگترین پادشاهین که تو بی نیاز بوش، از در بی نیازانی مانند خود شاکر بودن. حضرت عمر رضی الله عنه رد بی از کنار پیرمردی مریض دن، چشش از دستش دادی، پاش از دستش دادی و دای و اگوتایی که ما هیچیم نیم، خدا هیچ چیز ندستیم، خدا گرفتارش کرسیم. اش فرمود ای پیرمرد، آیا آب به راحتی ناخورش؟ آب به راحتی ناخورش؟ اش گفت بله. اش گفت این آب به راحتی از جسم تو خارج نابوده ای؟ اش گفت بله. اش گفت آیا این نعمت نی؟ این خوش یک نعمته. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر هونش فقط تو بگردش رو یک نعمت، اگر ما و تو مونگای هونم فکر بزنم، مونگناش و نعمت هایی که در اون نعمت وجودشن بشمرم فقط، دیگر چه برسه که شکرش رو ادا بکنم. یکی از عارفین در دعاش گفت خدایا اگر تو توفیق شکر نعمت تمدو، ای خوش نعمتن. دقت بکن، اگر تو توفیق شکر نعمت تمدو، ای خوش نعمتن. اولو خدایا کن که شکر ای نعمتی رو بجا باره. نعمت بعدی، اگر تو واقعا مرا لایق که شکر تمام نعمتها رو به جا بارم، همین لیاقت نعمتین، اولو که شکر این نعمتی رو به جا اتاره. عاجزم اینجان که خداوندگی و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمین از بندگان ما که شکرگزار نهستن. اگر دروغت گفت یعنی شکر زبان تا جان نه آورده. اگر زنا و فاحشه انجام دو یعنی شکر نعمت غریزه رو به جا نه آورده. غریزه ای که باید در جای خوش خرج بوی در جای دیگر خرج بی. کفر نعمت چین؟ ان قرار دادن آن نعمت در غیر جای خوش. اشگون کفر نعمت. ایدین که نعمت از بین چی؟ چرا وقتی نون در کوچه بینش یا برنج در زباله بینش اگوش کفر نعمتین، اما سبب تفرقه بسش، سبب فساد بسم، سبب کینه و کدورت بسم، اینها کفر نعمت